بیایید با هم شعاری نیست با جنگ زنده با صلح را بلند برداریم. همه با هم. نیست با جنگ زنده با صلح. نیست با جنگ زنده با صلح. نیست با جنگ زنده با صلح. با امید تنتنه عدالت و پیروزی بر ظلم جمع بزرگی از تاجیکان مقیم کشور لهستان خب دوستان عزیز، اینجا تاجیکان مقیم لهستان جمع آمدند تا جانبداریشان را از مردم بدخشان ابراز نمایند. خب حاضر سخن را به ایشان میتیم. مرحمت. خب سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران، همدیاران. خب امروز شکلی که استاد علیم قید کردن، ما شهروندان کشور تاجیکستان مقیم پولند در این تالار جمع آمدیم تا که به تمام دنیا و خصوص به کشور تاجیکستان و مقامات ها برسانیم که آن ناعدالتی ها و آن جبر و ظلمی که نسبت مردم تاجیکستان و خصوص به مردم اذیت کشیده بدخشان روا می‌بینند نسبت اونها از این جنایت های نامردانه خود دست بکشند، بگذارند که مردم در فضای صلح و صلاح آرامی زندگی کند و هر نفری که امروزها فرق ندارد، خواه از منطقه بدخشان است و خواه از دیگر منطقه های کشور تاجیکستان، وقتی اون کس میخواهد از حقوق خود، از دیگر اون حقوق کانستیتوسیونی که با او داده شده است در کشور از او حمایت کند، این معنای او را ندارد که او جنایتکار است، او ضد نمیدونم حکومت و دولت است. مردم باید همه بدانند که حکومت این یک خانواده رحمان نیست، ملت خانواده رحمان نیست. امروزها مقامات های قدرتی داد میزنند که اینها مقابل حکومت برآمدن، مقابل دولت. خب علیه دولت سه گفتن، همه باید بار تکرار بکنن، بدانن که دولت، حکومت، همه چیز این ملت، خود ملت است، نه یک حکومت خانوادگی، نه یک حکومت غاصبی که امروز در کشور سر این مردم بدبختی ها میارن و مردم ظلم میکنن و اونانی که در کشور در فدراسیون روسیه قرار دارن اونا را ظلمن و تاجیکستان طریق بعض از مقامات های قدرتی روسیه استبداد میکنند. زنده باد صلح، نیست باد جنگ. مراجعتنامه به مردم تاجیکستان از نام ساکنان جمهوری تاجیکستان در کشور لهستان که کار و زندگی میکنند. هموطنان عزیز، سلام و درود گرم و صمیمی ما را از کشورهای اروپا و بخصوص از کشور لهستان قبول فرمایید. ما جمع از شهروندان تاجیکستان که سالهاست از ظلم و بیدادگری مقامات تاجیکستان رو به هجرت آورده در غریبی عمر به سر میبریم، از وضعیتی که امروز در کشور به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان حکم فرماست نگران هستیم. چنانه که ما و شما میدانیم حکومت خانوادگی تاجیکستان طی چند سال اخیر از تمام راه و روش ها استفاده میکند تا پایه های حکومت خانوادگی را مستحکم نماید. از سال 1992 تا به امروز هزارها پیر و جوان هموطن ما قربانی ظلم و ستم مقامات جنایت پیشه گردید. صدها جوان مردان ما به خاطر حمایت از کرامت انسانی و مبارزه برای تحقق آزادی و عدالت روانه زندان کرده شدند و همین طور هزارها شهروند کشور به خاطر حفظ جان خود ترک وطن کردند. چنانه که به ما و شما معلوم است این رژیم طی سالهای 2012 2014 2018 و 2021 برای سرکوبی مردم آزاد بدخشان چندین نفر از شهروندان بیگناه را به قتل رسانیدند. اما طی این 2 ماه اخیر مقامات به نام امنیتی به یک بیرحمی کامل شهروند گلبدین زیابیکوف را در پیش چشم مردم وحشیانه به قتل رسانیدند و 2 نفر دیگر را در دوام اعتراضها تیرباران کرده چندین نفر را زخمی کردند.
مدت 2 ماه است که ارتباط مردمی بدخشان را به خارج قطع کردند که صدها میلیون سومانی به وضع به این هم بد اجتماعی و اقتصادی مردم ضرر رسانیدند. باید بگوییم که رژیم مثل عملیات‌های سابقش که این بار هم در برابر اراده آهنی و استادگری مردم غیور بدخشان شکست خورد و همین باعث شده است که مثل یک جانور زخمی شده در پی انتقام گردد. هموطنان عزیز، در پس منظر حادثه های قزاقستان امروزها از داخل تاجیکستان سر و صداهایی می رسند که مقامات تاجیکستان هم می خواهند آن سیناریوها را در بدخشان عملی کنند. اما ما مطمئنیم که این بار هم تیر حکومت خانوادگی به خاک خواهد خورد. رژیم باید بداند که مردم بدخشان هیچ وقت جنایتکار نبود و نیست. این مردم همیشه برای تحقق آزادی، عدالت و ولایت قانون مبارزه بردند و خواهند برد. مراجعت ما به مقامات رژیم سرمست این است که به فریب حادثه های قزاقستان را نخورید. به سر مردم آسایشته و بی سلاح آتش نکشایید. این مردم طی سالهای زیادی حاکمیت یک اولاد چهره این رژیم را شناخته است و تحرکاتش را زیر نظر دارد. اما مراجعت ما به مردم شریف تاجیکستان این است: هموطنان عزیز، چنانه که در بالا اشاره کردیم، رژیم و مقامات جنایت پیشه اش سالهاست که سر ما ظلم و جفای بی اندازه روا می‌بیند. ما را در پراکندگی نگه می‌دارند. نصفمان در تحت ظلم و جبر قرار داریم و نصف دیگرمان در هجرت و غریبی. پراکندگی و بی‌تفاوتی ما سبب گستاخی رژیم گشته است. رژیم از پراکندگی ما سوء استفاده نموده طبق مقاله مشهور تا به امروز از سیاست تفریقه انداز و حکومت کن استفاده برده است. امروز بدخشان در خطر است. نباید به رژیم این اجازه را بدهیم که آخرین نقطه مقاومت و بیداری را سرکوب کند. ما باید به هم متحد شویم و زنجیر استثمار را از پای برکنیم. بیایید با هم شعاری نیست با جنگ، زنده با صلح را بلند برداریم. همه با هم: نیست با جنگ، زنده با صلح. نیست با جنگ، زنده با صلح. نیست با جنگ، زنده با صلح. با امید تنتنه عدالت و پیروزی بر ظلم، جمع بزرگی از تاجیکان مقیم کشور لهستان 14 ینوری سال 2022 زنده باشید.